اتفاقا خانم من نوه مرشد چلویه. اون مرشد چلویی معروف نسیه داده می شود در اتاق شما. داستانش خیلی معروفه. من تصادفاً با ایشون آشنا شدم تو همون فضای حوزه هنری. ایشون می اومد با پدرش می اومد و بعد ما با این خانواده آشنا شدیم. تیک و تاک زدی یعنی شما دوست دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد. همینجوری من شعرایشون رو اصلاح کردم و شعر میگفت. دیگه با هم آشنا شدیم و ساده از دست ندادم دل پر مشغله را برای ایشون گفتم دیگه. تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله را. بخونی لطفاً. اینو چشم. ساده از دست ندادم دل پر مشغله را، تا تو پرسیدی و مجبور شدم مسئله را. من برادر شده بودم و برادر باید وقت دیدار رعایت بکند فاصله را. دهه 60 دیوانه یک بار عاشق خواست تا خرج کند این کپون باطل را. عشق آن هم وسط نفرت و باروت و تفنگ دانه انداخت و از شرم ندیدم تله را. و تو خندیدی و از خاطره ها جا ماندم، با تو برگشتم و مجبور شدم قافله را. عشق گاهی سبب گم شدن خاطره هاست، خواستم باز کنم با تو سر این گله را.